برادر عزیز اعلی حضرت همایونی شاهنشاه محمد رضا پهلوی اریامه، خواهر گرامی اعلی حضرت شهبانو فرح، خوشوقتم از اینکه بار دیگر از کشور برادر با تمدن کهنسالی شما زیارت کنم و احساسات محبت و برادری که ملت مصر نسبت به شما دارد همراهم ببرم. و واقعا روابط مصری ها با ایرانیان قبل از اسلام محکم بوده، سپس اسلام این روابط را محکمتر ساخته است و هر دو ملت متحدن در ایجاد تمدن اسلامی درخشان پایدار شرکت نمودند و به درستی که از فضل خداوند متعال بر ما آن است که ملت مصر بعد از گذشت 7000 سال بر تمدن قدیم وی اکنون سنت دیرین خود را پیروی می کند و به تمدن انسانی خدمتی می نماید و با سربلندی و عزت و ابا بر دشواری ها پیروز می شود، کما اینکه ملت برادر مسلمان ایران راه پیش رفتی و رفاه را طی می کند زیر رهبری برادر عظیم اعلی حضرت همایونی شاهنشاه محمد رضا پهلوی اریامه. و ما مصری ها تا ابد جانبداری شما از ما در موقع شدت فراموش نخواهیم کرد، زیرا شما ثابت کردید که شما برادران مخلص و دوستان صمیمی هستید و واقعا من عباراتی پیدا نمی کنم برای ابراز احساسات من و احساسات ملت مصر نسبت شما و برای قدردانی نمودن از نجابت شما بهتر از قول شاعر انسانیت سعدی شیرازی که می‌فرماید رفیقی مهربان و یار همدم همه کس دوست می‌دارند و من هم، و من واثق هستم که جهاد دو ملت ایران و مصر پیاری خداوند متعال با توفیق و پیروزی توأم خواهد گردید. وفقكم الله والسلام.